سلام دوستان، امروز با دوست عزیز جناب علیرضا فغانی و کمیل عزیز هستیم و راجع به تفاوت‌های رانندگی توی استرالیا و ایران صحبت می‌کنیم. منم سلام کنم، امیدوارم حالتون خوب باشه. سلام، کمیل هستم. یه چیزی که برای من خیلی گیج کننده بود وقتی من آمدم اینجا، نمیدونم برای شما هم بود یا نه، من هر موقع میخواستم سوار ماشین بشم رانندگی بکنم میرفتم از طرف صندلی مسافر سوار میشدم. یه تفاوت عمده یکی همون فرمون بود که درد سرساز بود. فرمون تو ایران سمت چپ بود، الان اینجا سمت راست. بعد اونجا سمت راست رانندگی میکردیم، اینجا سمت چپ. ببین 25 سال ما تو ایران مثلا با اون طرز فکر رفته بود تو ذهنمون که فرمون این بره دیگه. من خودم یه موقعی مثلا دارم با تلفن صحبت میکنم، همین جدیدن ها، یعنی بعد 5 سال که تو استرالیا هستم، مثلا از شاپینگ سنتر میام بیرون، گوشی دستم دارم صحبت میکنم، میرم اون بر، حتی درم وا میکنم فیلم فرمون نیست. بعد برای اینکه دیگه حالا خیلی دیگه ضایع نشه، خود با صندلی اینا برمیرم، درم میبندم، میام برمیشم. یعنی که پیش میاد. بعد حالا شده اینجا سمت، حالا شاید الان دیگه اخیراً نه، ولی اون اوایل شده حالا سمت مخالف حرکت کرده باشی. همین بعد از ظهر همین بعد از ظهر البته وقت خسته ای تمرکز نداری پیش میاد و یه خودم راه‌ها اگه گیج کننده باشه. اتفاقا تو لاین بودیم، کلاب لاین، از پارکینگ که اومدم بیرون دقیقاً باید میادم سمت چپ، تو لاین خودمون مستقیم داشتم میرفتم که پیرمرده پرید جلو. کجا داری میری و اتفاقا حالا شانس اون ماشین از جلو نمیاد ولی پیش میاد. آره این چیزا خیلی گیج کننده بود. حالا بعدش اینه که جالبیش اینه که من سری قبل برگشته بودم ایران، برام عجیب نمیتونستم ایران رانندگی کنم. الان بریم ایران دیگه ایران نمیشه رانندگی کرد. من حالا برعکس بود امید، میرم ایران زودتر به اونجا آداپته میشم. آره زودتر به اون شرایط سازگار میشم، چون میگم یه عمر اونجا رانندگی کردیم. از نظر قوانین و اینا شدیداً فرق داره، یعنی یه جوری ترس میگیرد رانندگی میکنی، جلوت میپیچن، بعد سبقت از حالا سمت راستت میشه دیگه. سمت راستت یعنی مطمئنه که دیگه خالیه، یه دفعه سبقت میگیرن، این چیزا زیاده، راهنما نمیزنن، این مشکلات زیاده. اینجا که میام، حالا میگم یه عمر ما اون بر نشستیم، اوایلش میدونی چی سخت بود؟ مثلا ما وقتی میشینیم اول که از یه نیمت به اون برت خیابون میدونستی دیگه، همیشه این قلق گیریمون یه نیمت این برتر از خودمون بود، میچسبیدیم به خط، از اون بر میرفتیم. وقتی تو استرالیا همین الان بعضی وقتا دارم رانندگی میکنم، یه وقتا اون کسی که این برام میشه میگه خیلی چسبوندی این بر، متوجه چی میگم؟ ما باید این بر خط رو بگیریم، برعکس شده دیگه. خودم بنده خدا احساس خطر میکنم. آره دقیقاً. منم با سری استودنت هایی که کلاس داریم و اینا از مثلا از ایران میاد، دقیقاً همین مشکل دارن. این سمت ماشین همیشه فاصلهشون خیلی بده با ماشینای دیگه. تا میشینیم تو ماشین کمربند دست میاریم صورت بغلیه کمربند رو بکشی، گرفته به خودت میاد که نه این بره. یه میره تو ذهنت هست دیگه. یه چند سالی وقتی اینجوری رانندگی کردی ناخودآگاه حواسم وقتی نباشه، میگم از در و اون ور باز کردن و کمربند از این ور کشیدن و پیش میاد. ولی خب دیگه شما اینجا آموزش میدید رانندگی، استاد هستی، خیلی اینجا رانندگی کردن راحته. یعنی برای کسی که میخواد رانندگی یاد بگیره، حالا مخصوصا شهر ما، حالا شاید خود شهر بزرگم شرایط فرق کنه، ولی اینجا با توجه به اینکه همه به قوانین احترام میذارن، یه روالی وجود داره و شما راحت میتونی اطمینان کنی که وقتی حتی راهنما بزنی دیگه بهت راه میدن که لاینتو عوض کنی. ولی خب تو ایران شما گذشته از اینکه راهنما میزنی، دستت هم بیرون میاری التماس می‌کنی، بعضی وقتا هنوز نمیتونی لاینتو عوض کنی. آره یه قضیه راه دادن اینجا خیلی واقعا خوبه، خیلی همه کمک میکنن به راهنما رو میزنی، میدونی که طرف راه بهت میده. ولی خب ایران اینجوری نبودش. به دلیلش هم فکر کنم به خاطر خب شلوغی و جمعیت بیشتر و اینا هست که همه عجله دارن میخوان برسن سر کار، زندگی اینا دیگه. راه دادن اینا خیلی نه خیلی شلوغی و درگیر بودن اینجا هم هست. من تو ایران که رانندگی میکردم، مثلا از سمت شهرری زندگی میکردم، میخواستم برم سمت فدراسیون فوتبال، مثلا خیابون سئول، از تو اتوبان چمران که می‌خواستی بری میزدی ویز، مثلا میزد آقا 1 ساعت. این زمان امکان داشت مثلا 1 ساعت و نیم 2 ساعت با توجه به ترافیکی پیش بیاد تو مسیر عوض بشه.
اولش بهت میده 1 ساعت میری، ولی خب امکان داره توی مسیر یه سری اتفاقات هم بیفته. ولی خب اینجا خوبیش اینه که دیگه 25 دقیقه میزن به یه مسیر میده 25 دقیقه، نهایتا 1-2 دقیقه بالا پایین بشه، مگر اینکه اتفاق خاصی افتاده باشه یا راه بسته باشه. ولی اینجا یه آرامش خاطر خیلی زیادی دارم، یعنی هیچ وقت عجله‌ای برای رسیدن ندارم. میدونم که این راه آقا سرعت 70 شاید به خاطر جریمه‌های سنگین ها، مثلا سرعت 70 تا دیگه بیشتر نمیرم، میترسم جریمه سنگین بشم، شاید یه دلیلش هم این باشه. آره اینجا استرالیا مخصوصا موبایل دست باشه و اینا یکی از سنگین ترین جریمه دنیا رو داره، $1040 فقط برای یک موبایل. اینم خیلی خوب شد، بعضی از دوستان همش با موبایل بازی میکردن پشت فرمون دیگه، خوشبختانه الان باید یه جاویزونش کنن تمرکز کنن رو 1160 $100 جدا کمربند. خود کمربند خب بشینی میبندی دیگه برای امنیت خودت هم که شده، ولی بحث موبایل واقعا حواس آدمو پرت میکنه. یعنی من دیدم کسایی که حالا یه لحظه سرشون، مثلا کسایی که شاید زیاد هم حالا مهارت نداشته باشن رانندگی، یه لحظه دستش رفته این دستش رفته به سمت موبایل، فرمون این دستش هم فرمون و اون دستش هم رفته از خط خودش خارج شده و تصمیم. تا حالا جریمه شدی به خاطر موبایل کمه؟ نه خاطر موبایل نه. من تو استرالیا یه بار جریمه شدم، اونم یه قانون خیلی خوبی دیگه که اینجا وجود داره، این اسکول زونیه که تو از سمت مسیر مدرسه شما سرعت 40 تا باید باشه. و خب اوایل که اومده بودم زیاد نمی‌رسم مدرسه، اول دخترم هم یه جایی بود که سرپایینی بود، یه مسافتی از اون اسکول زون توی سرپایینی بود، یعنی از بالا که سرازیر می‌شد دیگه ماشین خود سرعت می‌گرفت. تو سرعت 40 تا مجاز من 53 تا رفتم، یعنی 13 تا بالاتر از سرعت مجاز رفتم. اولین جریمه و آخرین جریمه اون بود، $180 جریمه شدم و 2 تا یا 1 دونه پوینت منفی، دقیقاً یادم نیست، ولی تنها جریمه من هم بود. ایران نداشتیم همچین چیزی، منطقه مدرسه برای منطقه مدرسه سرعت کم داشته باشن دیگه. مثلا نفری داشتن که حالا به عنوان بابای مدرسه میومد حالا خود جلو ماشینا رو میگرفت برای تردد بچه‌ها، ولی خب نه واقعا نیستش. بعد اینقدر که مدرسه زیاد شد اونجا، یه رفت یه ساختمون امسال مسئولی سال دیگه مجوز گرفتن شده یه مدرسه غیر انتفاعی. بعد یه چیز دیگه تو ایران هنوزم فقط جلو ملزمن که کمربند ببندن. اونم پیشرفت خوبیه، چون قدیم اصلا نمی‌بستین کمربند، حالا هرچند توی مقطعی اجباری شد جریمه گذاشتن سختگیری شد، الان کمربند جلو رو میبندن. ولی خب این خوشبختانه فضای مجازی فیلم‌های اتفاقایی که میفته رو می‌بینی، کسایی که کمربند ایمنی نبستن پشت از پنجره تو حالا تصادفات پرت میشن بیرون، توی حالا ماشین چپ میکنه پرت میشن بیرون و اتفاقات خیلی بدی میفته. و اکثرا هم این مورد توسط بچه‌ها رعایت نمیشه، این که مثلا بچه کارسیت داشته باشه یا نداشته باشه تو ایران فکر نمی‌کنم اجباری باشه، بچه میشینه. و بعضی وقتا اصلا بدتر راننده رانندگی میکنه بچه رو پاشه داره و بچه‌ش عشق میکنه، در صورتی که این بزرگترین ظلم بالا به بچه است و بعدم که خود پدر و مادرش. الان کسایی که یه جدید میان از ایران بعد رو پشت صندلی عقب ماشین میشینن اصلا کمربند نمیبندن. حالا خوشبختانه ماشین اینقدر سر صدا میکنه که مجبورن ببندن، به خاطر سر صدا هم شده میبندن. نه خب عادت ندارن دیگه تو ایران. من الان خب مثلا اخیراً مهمون داشتیم از ایران میشینن عقب کمربند نمیبندن، شروع میکنه به آلارم ماشین رو، متوجه میشن که بایده. درست. یه سری که اینجا خیلی فرق میکنه با ایران این لاین ها هستش. ایران البته اینجا 2 تا لاینه، 2 تا ماشین توی لاین حرکت میکنه، یکی این برای یکی اون. الان تو ایران مثلا اینجوری بود که 3 تا ماشین هم تو 2 تا لاین حرکت میکردن. آره مخصوصا مسیرهایی که بیرون شهر باشه همه میخوان یه راهی پیدا کنن که برای اون لاین اضطراری هستش که برای آمبولانس و پلیس و اینا هستش، اون که اصلا نمیشه بهش اعتباری بهش نیست، یعنی میان کامل لاین رو میبندن. و یه چیزی که اینجا جالب بود برای من، مثلا توی خیابونی شما 200 متر جلوتر میخواد بری سمت راست، هر کی میخواد بره سمت راست از 200 متر جلوتر میاد تو همون لاین وای میسه و شما موظفی وقتی یه لاین ماشین میبینید میخواد بره سمت راست وایس خیلی ماشین واسه شما میری اون پشت وای میسی و منتظر هستی هر کی به نوبت راه بگیره بره. ولی خب
بعضی وقتا پیش میاد که تو ایران که میاد وای نمیزده، همه هجوم میبردن، حالا یه لاین 1 2 3 به سمت اون لاینی که میخواستن خروج کنن نزدیک میشدن، اونجا یه ازدحام زیادی میشد و همه از اونجا راهنما میزنن که بخوان خروج شن و راه مسیر سمت چپی ها رو با هم میبستن. همینجا هم هست، یعنی بعضی وقتا نگاه کنید لاین شلوغه با توجه که اینجا راه میدن، گرفتم بعضی دوستان هستن که مستقیم میرن تو مسیر نزدیک اون خروجی، حتی با اون که لاین طولانی باشه وسطاش یه راهنما میزنن و باز با اون که میدونن شما داری زرنگی میکنی یه چیز جالبه که راه میدن و بیای داخل. یه چیزی که من یکی از بچه‌ها ایرانی شنیدم میگفت که اینجا خیلی چراغ راهنمایی زیاد هستش، ایران به این اندازه نبود. چراغ راهنمایی رانندگی خواهر میگم با توجه به وضعیت ترافیکی که حالا ما تو ایران معاونت ترافیک بود، اونا دیگه طراحی میکنه که کجا چراغ باشه کجا نباشه، کجا دور برگردون باشه با توجه به حجم ترددی که اونجا میشه. ولی بستگی داره تو وسط شهر تهران خود چراغ زیاده دیگه. بعضی جا اینجا دیدی 2 تا چراغ مثلا خیلی نزدیک به هم هستش. اگه میگم 4 را باشه خب قطعا باید باشه دیگه. ولی یه چیز دیگه جالبتر، این حق عابر پیاده است. یعنی تو اینجا چیزی که من متوجه شدم، شما به محض اینکه عابر پیاده رو می‌بینی باید وایسی، حق با عابر پیاده. خیلی خوبه این خیلی. ولی خب ما تو کشور خودمون داریم می‌بینیم دیگه، داری رد میشی چراغ هم سبزه ولی بازم ماشین داره میاد رو. یه چیز دیگه خیلی جالب تره، مثلا ما خودمونم انجام میدیم تو ایران، تو پشت چراغ وایسادیم حواسمون به چراغ اونوریا بود، تا زرد شد ما میرفتیم، چراغ اونو زرد میشد هنوز چراغ ما سبز نشده ما میرفتیم. ولی اینجا نه، تا چراغ سبز نشه نمیتونی حرکت کنی. به محض اینکه چراغ اونوریا اصلا قرمز هم شده مربع شما سبز نشده حرکت کنی تو چراغ قرمز دوربین بزنات باز یه جریمه سنگین. خیلی خوبه این جریمه خودش باعث میشه که یه خود به عنوان اهرم بازدارنده باشه و خیلی از قوانین رعایت بشه. دقیقاً. الان فکر کنم ایران جدیدن همین کاری کردن، خیلی جریمه رو سنگین کردن، درسته؟ ایران هم جریمه ها سنگین شده ولی نه آنچنان فکر نمی‌کنم زیاد باشه که بخواد بازدارنده باشه. ولی حالا جریمه ها زیاده. بعد شما تو این مسیرهای بین شهری ببین حالا آماری که میاد ببینید چقدر کشته چقدر تصادف داریم و اکثرش هم به خاطر حالا بی‌توجهی به موارد و قوانین راهنمایی رانندگیه. یه چند تا اقوام خود ما تو ایران سر همین تصادف رانندگی کشته شدن. همیشه بعد از ایام عید تو این خبرها میاد که اینقدر نفر کشته شدن تو جاده‌های شهری و فلان اینا. آخه می‌بینی رعایت نمیشه. مثلا من حالا 3-4 دفعه به سمت سیدنی با ماشین رفتم، از سیدنی به کمبرا رفتم. راه بین جاده اولا که از نظر خدماتی که میدن تقریبا خدمات خیلی خوبی هستش، راه‌ها خوبه، همه 3-4 بانده است. بعد عرض خدمتتون اسفالتاش اسفالت مناسبی هستش، ایستگاهی که شما میتونی هر 200 یه بار وایسی و استراحت کنی زیاد هستش. از این نظره عالیه. ولی خب ما تو ایران شاید یه خود این موارد رعایت نمیشه، یه خود خدماتی که میدن زیاد جالب نیست. ولی باز میگم خود عزیزانم رعایت نمیکنن و خیلی وقتا اتفاقاتی که میفته به خاطر بی احتیاطی‌ها و به خاطر حالا یه زود رسیدن ها و یه زرنگ‌بازیایی که توی رانندگی میخوایم مثلا داشته باشیم باعث میشه که یه سری حوادث خیلی بدی برای یه سری از خانواده‌ها پیش بیاد. کامل تجربه تو چه شکلیه نسبت به ایران و اینجا؟ Caution. Approaching school zone. من که خیلی یادم نیست دیگه، خیلی ساله. ایران رانندگی کردی؟ خیلی کم، باشه شاید 1-2 سال. خیلی قدیم هم بود، 16-17 سال پیش نه؟ آره دیگه. ولی اینجا خوب رانندگی میکنه، خیلی با احتیاط. اما موقعی که موبایل ممنوع شد خوشبختانه خیلی خوب شده. آقا رانندگی میکرد، اسمس میداد، وایس میداد، زنگ میزد، داداش با رانندگی تو بکن. Approaching school zone. خوشبختانه این جریمه ها چیزاست دیگه، دستم نیست که. آره دیگه الان با گوگل صحبت میکنه، با سیری صحبت میکنه. آره دیگه روی ایناست دیگه.
آره دیگه ماشینش هم پیشرفته است دیگه، تمام قابلیت‌ها رو داره. آره فقط نمیدونم چه جا راهنما و برفکنش اشتباه است. من برعکس یه موردیه که شما هر روز داری باهاش زندگی می‌کنی، یه بخشی از زندگیته. شما صبح که میری سر کارت، بعد از ظهر که برمیگردی، بچه رو میری میذاری، یعنی همه به یه نوعی با این بحث رانندگی و این قوانین داری هر روز سر و کله میزنی و یه جورایی شاید تو شهرهای بزرگ چالش باشه بحث ترافیک هم، ولی داری استفاده میکنی دیگه. این که خیلی مهمه که قوانینی براش وضع شده باشه که به نفع همه باشه، بعد قوانین خوب رعایت بشه. مشکل کمی بشه پیش روتون است، ولی اگه میگم رعایت نشه دردسر، دیر میرسی، تصادف، از کار زندگی میفتی. ولی خیلی راحته. یعنی من خانومم که تو ایران رانندگی میکرده شاید براش سخت بود، ولی خب کسی که تو ایران رانندگی کرده باشه بیاد اینجا با گواهینامه اوپن، اینجا براش فقط همین بحث چپ و راست و یه چند وقتی رانندگی کنه و این تو ذهنش جا بیفته دیگه، براش کار سختی نیست تو اینجا رانندگی کردن، چون قوانین اینجا تعریف شده است. من پدر خانومم که اینجا گفت خیلی راحت اینجا رانندگی کردن. حالا فقط بحث این سمت چپ و راسته دیگه. میگم من هنوزم که هنوز بعد 5 سال یه دفعه توی جایی که تابلو اینا مناسب نمیشه، حالا خودت تو سابربای مختلف بعضی وقتا میگیرم چیکار ماشین جلویی. آره خب یه سری دیگه هم هست که 25 سالی رانندگی کردی درسته؟ Caution. Approaching school zone. ما 15 سالگی قبل اینم که خود گواهینامه بگیرم رانندگی میکردم دیگه، قاچاقی. ولی آره 25 سال. حالا منم مثل کومه، منم یه 2 سال رانندگی کردم ایران. بعد یه چیز جالب تره دیگه، این خدمات بیمه ای. شما تو ایران تصادف کنی بعد وایسی افسر بیاد. قبلا اینجور بود، افسر بیاد کروکی بکشه. بعد حالا یه موقع مثلا بیمه گفت تا یه سقف خسارتی نه کروکی نیاز نداره. یعنی که ثابت کنی آقا اصلا شما ما مثلا یه خانم یه پشت زده بنده خدا 2 ساعت بعد توجیهش می‌کردی بابا شما پشت زدی، نه تو ترمز کردی من زدم، بابا قانونه. یعنی که اینجا خیلی راحت شما تصادف می‌کنی مشخصه، یعنی راحت قبول می‌کنی که تصادف کی مقصر بوده، عکس گواهینامه‌ها جابجا میشه، مدارک رو جابجا میکنه، عکسشو میری و بعد بقیه کارا با بیمه زیاد درگیر نیستی. یا نه اصلا قبول نداری شما مقصری، همون موقع فیلم میگیرن، حالا بعدا مشخص میشه که کی مقصر بوده دیگه با توجه به اتفاقی افتاده. جالبه، اینو بهش فکر نکرده بودم. آره تو ایران نه، من میگم حالا عربستان هم که بودم مثلا نگم که آقا رو پل تصادف شده، 2 تا ماشین وسط خیابون زدن به هم، راه بسته، ترافیک، اومدیم رسیدیم جلوی 2 تا ماشین به هم زدن، ترافیک شد. مثلا اونجا هم گویا باید پلیس میاد، نمیدونم قبولش به چه صورت است، ولی اونجا هم ترافیکی درست شده بود اینجوری بوش میاد که باید پلیس بیاد. اصلا اینجا شما تصادف می‌کنید مشخص سریع میشن کنار، راه رو کلیر میکنن برای بقیه که ردشن برن. یا مثلا شما حالا با توجه به قیمت ماشینا اینجا تو بالاترین گرونترین ماشین هم که داشته باشی تصادف کنی، اگه حالا هر اتفاقی بیفته بیمه کاور میکنه. الان جدیدن شنیدم مثلا تو ایران تا یه سقفی کاور میشه که واقعا با اون ماشینای گرون قیمتی که داره حالا ارائه میشه، عرضه میشه به مردم، قطعا باید خدمات بیمه‌ای هم خیلی خوبی هم داشته باشه. متأسفانه که اینجوری نیست. ایران پلیس استاپت میکرد، راننده باید پیاده بشه درسته؟ باید میرفتی دست بوستی. اینجا نه، اینجا اصلا خطرناکه، پلیس فکر میکنه احساس خطر میکنه اگه راننده پیاده بشه. آره شنیدم. آقا ما معمولا خودمون گرم بگیریم، مثلا یه موقع به ما ایست بدن پیاده میشیم، آقا چاکریم، بشی تو ماشین تکون نخور. یه جوری به قول شما شک میکنه که چیزی مصرف کردی. آره روال اینجوریه. حالا شما بهتر میدونید که میشینیم و برای من پیش نمیاد، ولی میشینیم میاد بالا سرت مدارک میخواد، حالا اتفاقات دیگه‌اش همینه دیگه. ها دقیقاً ما تو ایران سری پیاده میشه، سری پیاده مثلا پلیس اگه بیاد سری پیاده، اولا که خب نمیان، شما باید بری اونجا، ولی خب هر چه زودتر هم بیری تا ننوشته بالاخره یه کاری بکنی. آره تو ایران اگه تو ماشین بشینی بی احترامیه به پلیس. اینجا اگه پاشی بری بیرون یه جورایی احساس خطره و بی احترامی برای پلیس. نه دیگه، اصلا پلیس جاده‌ای که قشنگ ماشین بغل گذاشتن
گذاشتیم کنار و بعد افسر حالا اصلی یا پلیس اصلی اون تو نشسته، یه سرباز یا هر کسی که با دوربین مثلا سرعت رو چک میکنه، اگه سرعتت غیر مجاز باشه یا اتفاقی افتاده باشه بهت ایست میده. بعد که ایست میدن شما باید پیاده شی و بری دم پنجره اون قسمتی که آقای اصلی نشسته و ایشون همونجور که نشسته مینویسه دیگه شما این تخلف رو داشته اینقدر بعد فیشو بهت میده. بعد همین وایسادن پشت ماشینا توی پشت چراغ قرمز. تو ایران یادم خیلی همه میچسبوندن به هم. اینجا اولی که من بودم گفتم چرا اینقدر فاصله هست، ولی دیدم نه واقعا این فاصله خوبه. ما بچسبیم هم تا چراغ سبز بشه زود رد شیم بریم. ولی خب تقریبا اینجوری هستش که شما تو جایی که پشت فرمون هستی لاستیک عقب ماشین جلویی بتونید راحت ببینید. یعنی همچین فاصله بین ماشینا باشه. امنیتش هم بالاست. خب ما تو ایران بعضی وقتا بود انقدر به هم میچسبونه اگه یه ماشین از پشت میزد بهت 100% زده بود یه ماشین جلویی، چون فاصله خیلی کم بود. ولی خب اینجا با توجه به اتفاقاتی هم که میفته و میبینی سر چهارراه مثلا یه نفر پشت به یکی میزنه انقدر فاصله هستش که بتونه ماشین کنترلش رو با ماشین جلویی نخوره. یا اگه ماشین جلویی خراب بشه تو ایران راه در رو دیگه نداری، ولی اینجا راحت میتونی از کنارش رد بشی. آره یه چیز جالب مثلا تو اتوبانا داری میری مثلا یه ماشین داره یواش میره وسط، حالا هر دو طرفش میشه سبقت گرفت، درسته؟ آره. هر دو طرفش مثلا میری. حالا تو ایران مثلا یه نفر حالا لجباز تو لاین سرعت باشه، خب این زیاد پیش اومده. من دیدم با دوستان خودم بودم و خیلی وقت خودم یه نفر با سرعت زیاد داره، با سرعتی خیلی معمولی داره تو لاین سرعت میره، ما حتما باید بریم اون بر بریم، میریم پشتش چراغ میچسبونیم بهش چراغ بوخ که برو کنار، بوخ هم یاد باشه، بوخ یا آقا برو کنار من میخوام رد شم. بعدم اگه راه نده میریم جلو شل میکنیم، انقدر شل میکنیم که اونم بزنه رو ترمز و تجمزیه بی خودی سر مثلا یه لحظه که شما اصلا همدیگه رو قراره تو جاده ببینید و رد شین برید و با یه چشم‌پوشی اصلا همه چی تموم میشه میره. ولی خب اینجا خیلی جالبه، اصلا یه پیرمردی یه پیرزنی داره تو لاین سرعت مثلا با سرعت 80 تا داره میره، یه نفر میخواد 90 تا رو بره، حالا هرچند اونم باید 90 تا شو بره دیگه، ولی خب شما میندازی این ورش رد میشی میری، زیاد داستانی نداره. یه بوق زدن خب اصلا ما اینجا مثلا اولین چیزی که به ما اومدیم به اونجا بوق نزنید اینجا پشت سر کسی هول میشه، تمرکزش رو از دست میده. ولی خب تو ایران اصلا یه هوشداره، تو کشورهای مثل ویتنام و هند و اینا که اصلا فقط میگه بوق بزن که نکشی طرف جلوی نپرن جلو. آره این بوق نزدن اینجا خیلی خوبه. ایران واقعا سرسام میگیره آدم تو خیابون رانندگی میکنه، ولی اینجا بوق اصلا خیلی کسی نمیزنه. اگه یکی مثلا داری رانندگی میکنی یه صدا بوق یه جا بشنوی، مثلا یکی یه کار خیلی خلافی یه کار خیلی بدی کرده طرف بوق برش زده، ولی تو حالت عادی کسی نه بوق نمیزنه علش. آره یکم بوق میزنه که بغلت رد میشن یه میدل فینگر نشونت میده. اینم زیاده اینجا. وقتی رد میشه داری این رو نشون میده میفهمی یه کاری کردی، من نمیدونی ولی خب نشونت میدن دیگه. این طرف راضی نبوده بغلت رد شد، بوق نمیزنه ولی این بوق بدتره بهت نشون میده. You have left the school zone. این باز بهتره به نظر من، فقط خودش که سبک میشه اون طرف مقابلش شاید ناراحت کنه، ولی بوق خیلی رو ناراحت میکنه. آره این کاملا زیاد میگیره این میده فینگر رو، خیلی با آرامش میگم داداش برو راه مردم رو نبند، هر کی بغل اون رد میشه یه چیز نشون میده. این پشت سر ماشین نزدیک شدن اینجا تلگیتین جریمه داره دیگه، درست میگی؟ چی داره؟ جریمه داره نزدیک ماشین جلویی بشی خیلی نزدیکش حرکت میکنه. تلگیتین بعد حد اکثر سرعت ایران تو اتوبان 120 تا بود، درسته؟ با اون ماشینا 120 تا، مثلا یه پراید 120 تا مجاز بود داره. ولی اینجا دیگه حد اکثر سیدنی بود، درسته؟ 120 تا 110 تا آره 20 تا ندیدیم جایی 120 تا من ندیدم اونو 110 اونم با این ماشین رو با این نمیکنه توی سیفتی. ولی خب تو ایران 120 بعضی 120 رو میزنن، ولی خب شما
مثلا اونایی که تو اون مسیر بین شهری میرن میان میدونن کجا دوربین از کجا پلیس هست، یعنی خیلی جا 150-60 با یه پراید هم میرن. ماشین خوبم زیاده که کیفیت داره من میگیره، ولی اون چیزی که تصادف به بار میاره بیشتر همین ماشینای کم کیفیتی هستش که با قیمت خیلی بالا مردم ارائه میشه. کامل تو ایران بری فکر می‌کنی رانندگی می‌کنی اونجا؟ بعید می‌دونم بتونم. حالا سری پیش که خیلی سال پیش بود رفتم رانندگی نکردم، بعد یه تاکسی یه جایی هم گرفتم خواستم برم یه مثلا کار اداری انجام بدم، با التماس میکردم به اون تاکسی درایوره که بابا تو رو خدا آقا آروم کنید جون مادر. من چند بارش التماس کردم، یعنی آخرم کار خوشی کرد دیگه. مثلا برای اون عادیه، میدونی چون هر روز داره با اون شرایط رانندگی میکنه، سرعت بره، سمت چپ بره، راست بره بدون که راهنما سپر ادعاش میشه تو رانندگی. الان 4 سال راننده است مثلا، بعد ادعاش میشه دیگه اینجا مثلا نحوه رانندگیشون گاز دادن و رفتن و اومدن. بعد همین 2 ماه پیش رفته بود ایران، گواهینامه ایران هم نداره، فقط گواهینامه استرالیا رو داره. الان پدر خانم اومده فرودگاه دنبالش، گفته بوده سویچ بده من بشین اونور. حالا بابام باشه بهش نمیده، ولی پدر خانم مثلا خیلی بهش احترام میذاره، دوستش داره، گفته باشه بیایم سویچ. گواهینامه‌اش با گواهینامه استرالیا فکر کنم بتونه رانندگی کنه تو ایران. مطمئن نیستم ولی احتمال زیاد داره. تا 3 ماه مثلا اون ایرانی که مثلا میاد اینجا تا 3 ماه میتونه درایو کنه اونجا نمیتونه. بعد دیگه از فرودگاه تا شهرره‌ای که رانندگی کرده گفته دیگه من رانندگی نمی‌کنم. اصلا اینجا نمیشه رانندگی کرد. واقعا همینه. مثلا من این ایران میرم برادر خانمم میاد دنبالم، از همون فرودگاه اونجا 100 داشت بابا یواش، بابا اینقدر نچسبون، بابا اینقدر نرو، بابا بشین راحت باش، تو الان چند وقت نبودی یه روز باشی، بعد فرداش خودم میشینم رانندگی میکنم همونجوریه. آره خیلی فرقشه، خیلی. آره این فرق، این چیز خیلی باله که همونور میای همونور میای در رو بکنی بگون فرمون رو دزدیدن، به فرمون کن. ولی میگم کم هم نمیاریم، یه خود با صندلی و در برمیریم که مثلا حواسمون هست یه چیزی بزنیم، در رو میریم دوباره این بار راحت میشه. آقا اینجا چراغ زردم میشه رد میشیم، نباید بریم چراغ زرد میشه. چراغ زرد تا خیلی دور باشی باید وایسی، ولی وقتی نزدیکیشی دیگه میری دیگه. آره دیگه نزدیکیش اگه ترمز کردن خطرناک باشه باید الان من رد کردم، احساس کردم خطرناکه رد شدم. Please obey all traffic regulations. حالا با اون سرعت و اونقدر نزدیکی آره دیگه باید رفت دیگه. اگه مثلا گازشو بگیری از دور بخوای بیای بری نه اون جریمه داره. آره. شما چی شاگردا که میان زود راه یاد میگیرن یا نه سخته؟ چالنجه براشون؟ سخته برای ایرانی‌ها، یکم سخته. اونایی که مخصوصا خیلی ها خوب ایران میگن که ما ایران 20 سال 30 سال رانندگی کردم فلان اینا، بعد میان اینجا اگه کلاس نگیرن احتمال خیلی زیاد رد میشن. بعد وقتی میان کلاس میاد چون خیلی جزئیات داره، مثلا آخه بحث دیگه هم هست امتحان رانندگی اینجا خیلی دیگه رفتید دیدی دیگه چجوری امتحان رانندگی اینجا چقدر جزئیات داره، چه چیزایی نگاه میکنن. مثلا همون دنده عقب رفتن، اگه عقب شیشه عقب نگاه نکنی دنده عقب بری در جا ردت میکنن. بعد اینجا خیلی ایرانی مثلا همینجوری رد میشن، دنده عقب میرن به دوربین نگاه میکنن میرن عقب در جا رد میشن. و یه چیز جالبه که شما میتونی با ماشین خودت بری امتحان بدی. آره این خیلی باحاله. آها ایران ماشین خودشون دارن؟ نه اونجا ماشین راهنمایی رانندگی. من یادم یه پیکان بود. یه پیکان بود افسر میومد، بعد افسر خودش جلو میشه، بعد یه نفر پشت فرمون میشه، 3-4 نفر هم عقب. 3-4 نفر رو هم میشستیم. بعد حالا خیلی باحال بود. من 2 بار رفتم امتحان. دفعه اول که نشستم مثلا رفیقم گفت آره بشین کمربندو ببند، دنده رو اینجوری کن، آینه رو بر، تا رفتم نشستم دست آینه نزن، اینا همه خوبه حرکت کن. نذاشت اصلا دست مثلا این کار اولیه رو آقا حرکت کردیم و بعد نمیدونم خدای چی شد، یه جا گفت فلان کارو بکن، من
اون داشت اشتباه میگم منم انجام دادم دیگه. سری پیاده‌مو کرد، ولی دفعه دوم که رفتم خوب بود، مثلا حواسم بود مثلا یه جا تو خیابون اصلی داشتیم میرفتیم، حالا 4 تا نشسته بودیم تو ماشین، 3 نفر رد کرد، نفر 4م من بودم، یکی دیگه هم دوباره عقب نشسته بود. اومدیم راه بیفتیم، قشنگ نگاه کردیم. اون دفعه که دفعه بعد رد شدم یه ماشین داشت میومد، با حرکت کنم باید وای میسادم اون بره بعد راه بیفتم که خب من وای نسادم دیگه. دفعه بعدی نگاه کردم همه چی رو رعایت کردم و گفت برو 2 برو 3 رفتم 3 نگاه کردم مثلا 20 جلوتر یه دست اندازه، یعنی منتظر بود دست اندازه رو با 3-4 رد کنم برم که بگه برو پایین دیگه. رسیدم به اونجا قبل اینکه چیزی بگه یه معکوس 2 کشیدم شولش کردم، دست انداز راحت رد کردم، دست انداز رد شدم گفت برو بغل قبولی. خدا پدرتو بیامرزه. ولی اینجا خیلی خوبه، شما ماشین خودت که تمرین کردی میری امتحان میدی، بعد قوانین امتحان قوانین چی میگیم بهش؟ آیین‌نامه. آیین‌نامه. امتحان آیین‌نامه رو شما میشینی آنلاین میخونی، مرحله مرحله میخونی، یاد میگیری، میری مرحله بعد. بخوای تقلب کنی مثلا بدی یکی دیگه برات بزنه نمره بگیری، ولی وقتی میری تو شهری بلد نباشی، همونایی که خوندی بلد نباشی، قطعا به ضررت. چه بهتره که شما بخونی، یاد بگیری و بعد بری تو مرحله شهری. اینجا هم همینجور، اینجا هم دفعه اول رد شدم، دفعه دوم قبول شدم. یه تفاوتی که اینجا داره دنده‌ای با اتومات داره. دنده‌ای امتحان بدی، دنده‌ای گواهینامه میگیری، اگه بعد دنده‌ای گواهینامه داشته باشی میتونی اتومات هم بشینی. آره. ولی اگه اتومات داشته باشی نمیتونی دنده‌ای بشینی. برای ما راحته، ولی خب این دست چپه خود سخته دنده. مثلا یه مشکل دیگه هم که بود، مثلا من داشتم رانندگی میکردم، مثلا یه دنده تق دستمو میکوبیدن، مثلا میبودن دنده اصلا میذارم تو در، یه عمر با دست راست مثلا دنده کارکایی دیگه. این دست چپ هم یواش یواش خود کار بود تا یاد گرفتیم دنده این بره. چیزی که اینجا هست، ماشین‌های دنده‌ای اینجا خیلی کمه. توجه کردی؟ الان هنوز ایران با ماشین دنده‌ای فقط امتحان میگن، درسته؟ نمیدونم، ولی احتمال زیاد باید دنده‌ای باشه. بعد انگاری الان جدیدن اتوماتیک هم ایرانی کم اومده، ماشین اتوماتیک هم انگاری هستش الان. ماشین اتوماتیک هم زیاده، ولی برای اینکه باشه امتحان بگیرن یا نه، و این قانونی که مثلا شما گواهینامه فکر می‌کنم فقط با دنده‌ای شما امتحان میدی، فکر چون هنوز انقدر ماشین اتومات نیست که شما مثلا گواهینامه اتومات داشته باشی بعد ماشینت بتونی مثلا حتما ماشینت هم اتومات باشه. بعد اینجا خب امنیت برای بچه‌ها تو ماشین خیلی بالاست، حتما باید صندلی بچه باشه، حتما باید خوب وصل شده باشه به ماشین صندلیشون. ما تو ایران مثلا بچه رو پا میذاشیم رانندگی می‌کردیم، الان حتی تو فضای مجازی نگاه می‌کنی هست، مثلا تو داره جاده شمال کنار دریا این برام میره بچه رو پاشه با بچه پا عشق می‌کنه. واقعا آره خیلی خطرناکه. ببین یه بحث دیگه هم که تو ایران بود، بحث موتورسوارا بود. موتورسوارا خب تو ایران موتورسوار زیاده و از قوانین خاصی هم پیروی نمی‌کنن، یعنی از قوانین اصلی راهنمایی رانندگی پیروی نمی‌کنن، خط ویژه میرن، ورود ممنوع میرن، بگیرنشون جریمه میکنن، ولی خب این کارو انجام میدن. ولی خب اینجا اون چیزی که من دیدم اون به اون تعداد موتورسوار نیست، و اگرم باشه قوانین راهنمایی رانندگی که برای حالا ماشین رعایت میشه برای اونم در نظر گرفته میشه. یعنی مثلا میرم ماشین وایساده، یه موتور به اندازه یه ماشین جا گرفته پشتش وایساده، همون فاصله رو هم رعایت کنه، نمیره بین دو تا ماشین وایساده. چرا؟ چون هم سیفتی خودش تو خطره، همون هم که برای اونها امکان داره درصد روز کنه. بعد خب یه سن بالا راننده‌ای هم که اینجا هستن یا تعداد خانم‌های زیادی که اینجا رانندگی میکنن، یه خود باعث میشه خود آدم بترسه مثلا زیاد نزدیکشون بری، یه دفعه جلوشون بپیچی که خدای نکرده هم کار دست خودشون میدن هم دست بقیه. آره موتور سوار خیلی کمتر نسبتا. یه چیز دیگه خیلی من متوجه شدم تو چه اسمش این آبر پیاده ها هست. اگه ما اینجا رد بشیم، اگه اینجا کسی راه ندی، مثلا اون آبر پیاده خیلی ناراحت میشه. اگه توجه کردید مثلا آره برای که حق با آبره دیگه. آره دیگه خیلی اینجا افتاده.
خیلی جا افتاده است که اصلا عابر پیاده اصلا یه جوری اصلا میتونه بعد وقتا نگاه بهت میکنه. آره همون شده مثلا یه دفعه اشتباه کردم، یه دفعه همینجوری کردم آقا ببخشید مثلا دستم بلند کردم ببخشید، ولی حقشونو میدونن که حقشونه، باید راه بدی. آره برای اینکه وقتی شما خودت هم پیاده هستین توقع رو داری از راننده‌های دیگه. یا بچه مثلا تا بچه میبینن شول میکنن ماشینشون، چون میدونن اینجا بچه اهمیت خیلی بالایی برای درست. خب قبولیم ما یا نه؟ خیلی عالی، خیلی عالی. رانندگی اون میگم آره خیلی جا راهنما نداری خراب میشه با. ها راهنما تو ایران دیدی؟ راهنما لامسته مقد نمیزنی واکمنده. لایناش هم دیدی؟ یه چند تا لاینا میپره. راهنما میزدم، لاینا رو راهنما میزدم، ولی خود تو ایران آره خودش راهنما استفاده نمی‌کردیم. وقتی میزدیم خود ماشین تعجب میکرد. نه لاین از کرده اینا چرا. خب دوستان امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و همونقدر که برای من مفید و سرگرم کننده بود برای شما هم بوده باشه. اگه دوست دارید ویدیوهای بیشتری مثل این ببینید این کانال رو سابسکرایب کنید. از دوستای عزیزم علیرضا فغانی، داور بین‌المللی و پرافتخار کشور عزیزمون ایران، و کمیل عزیز که توی چند تا از ویدیوهای دیگه هم منو یاری کرده، و همچنین شما عزیزان تشکر میکنم. امیدوارم که همیشه رانندگیتون چه توی ایران و چه توی استرالیا به سلامت باشه. تا ویدیوی بعدی بدرود.